یونس پیغمبر. شما در خاطر دارید خداوند با شهرهای سدوم و عمورا چی کار کرده بود؟ آدمان این شهرها پر از گناه بوده، کارهای بی نهایت بد کرده بودند. اما آنها از کارهایشان توبه نکردند و خدا آنها را نیست کرد، چون که او پاک و مقدس است. گناه با خدا یک جایه بودن نمی تواند، مانندی آنی که نور با تاریکی. از این واقعه چندین سالها گذشت. مثل سدوم یک شهر دیگر بود که نینوه نام داشت. آدمان نینوه نیز پرگناه بودند. آنها به خدای یگانه تماما اطاعت نمی کردند، اما تقدیر این شهر دیگر شد. خدا به یونس پیغمبر امر کرد که خلق نینوه را آگاه کند، لیکن خلق نینوه دشمن خلق یونس بود. او به خدا اطاعت نکرد و از پیش خداوند گریخت. یونس به کشتی سوار شده به سوی شهر دیگر روان شد، اما خدا شمالی سخت را فرستاد. در بحر موجهای کلان پیدا شده کشتی را به شکستن نزدیک آوردند. کشتیرانها به طرز وهم افتیده اسباب و انجام کشتی را به بحر پرتافتند تا که بار آن را سبک کنند. یونس از خدا پنهان شدن نمی توانست، چه خیلی که آدم و حوا در باغ عدن از او پنهان شدن نتوانستند. خدا در کجا بودن یونس را می دانست. همه آدمانی که در کشتی بودند از خدایان خود یاری می طلبیدند. سردار کشتی به یونس فرمان داد که او نیز از خدای خود یاری پرسد، لیکن یونس الکی می دانست که خدا طوفان را برای بی اطاعتی او فرستاده بود. یونس به کشتیرانها گفت که اگر او را به بحر پرتایند موج آرام می شود. کشتیرانها وی را به بحر پرتافتند. در همین وقت خدا معجزه نشان داد. شمال باز ایستاد و بحر تماما آرام شد. آدمان از خدا سخت ترسیده به او قربانی کردند. بعد خداوند به ماهی کلان فرمان داد که یونس را فرو برد. یونس 3 شب و 3 روز در شکم ماهی بود. او از شکم ماهی با ناله و فغان به خدا دعا کرد. بعد خدا به ماهی فرمود که یونس را به خشکی پرتاید. خدا به او باز یک امکانیت دیگر داد و یونس توبه کرد. او از راه خود گشته به خدا اطاعت نمود. یونس رفته آدمان نینوه را آگاه کرد. او گفت که اگر آنها توبه نکنند خدا بعد از 40 روز نینوه را ویران می کند. تمام آدمان نینوه از پادشاه سر کرده تا آدمی عادی به خدا ایمان آوردند.
آنها مثل یونس توبه کردند و از راه بد خود گشتند. خداوند این را دیده به خلق نینوه رحم کرد و آفت را به سر آنها نفرستاد. خدا تغییر نیافته است. او از گناه نفرت دارد، اما خدا مهربان و بخشنده است. وقتی که یونس و خلق نینوه توبه کردند، خدا گناه آنها را بخشید. خدا به آنها نجات داد. ما مهربانی و بخشندگی خداوند را در دیگر حکایه ها نیز دیده می توانیم. در حکایه های درباره نوح، لوط و پادشاه داوود این عمیق نشان داده شده است. آنها راه خدا را انتخاب کردند و نجات یافتند.